هلو گایز، چطورین؟ خوبین؟ خیلی به چنل جوزفی خوش اومدین. توی ویدیوی امروز هم میخوام در مورد اینکه چه اتفاقی برای جیمین افتاده و آیا چشمش آسیب دیده و چی شده که این اتفاق افتاده بهتون بگم. همینطور در مورد حوادث و اتفاقاتی که توی فرودگاه برای جیمین افتاد بهتون بگم و همینطور در مورد سفر اخیری که جیمین و جانگوک با هم رفتن بهتون بگم و جزئیاتشو بگم و همینطور در مورد یه اتفاق خیلی وحشتناکی برای جیمین افتاده و یک سری تهدیدهایی که جیمین شده و فضای مجازی پر شده از این تهدیدات و در این حد که اونو تهدید کردن که زندگیشو تموم میکنن و اینا که خیلی وحشتناکه و اصلا بهتون بگم واقعا برگاتون میریزه که چه اتفاقی افتاده. پس چرا نرین و تا آخر این ویدیو با هم باشین که در مورد همه این موضوع ها با جزئیات بهتون بگم. ولی خب مثل همیشه قبل از اینکه بخوام ویدیومو شروع کنم ازتون میخوام که حتما برای اینکه چنل حمایت کنین سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنین که من ویدیو جدید گذاشتم شما با خبر شین و این ویدیو رو لایک کنین. هم دیگه بیایم با هم دیگه بریم زودی ویدیو رو شروع کنیم که بهتون بگم قضیه از چه قراره. اخیراً بازم خیلی اعتراض نسبت به هایپ شده، مخصوصا در مورد جیمین که بعد خیلی هایپ بهتر عمل کنه و بیشتر مراقب اعضا باشه و آرمی فکر میکنن هایپ اونطوری که باید کارش انجام نمیده و واقعا مواظب آرتیست ها نیست و اخیراً خیلی اعتراض بیشتری نسبت به هایپ داشتن و کلی تجمع کردن و اینا که اگه در موردش کنجکاو بودین توی یه ویدیو دیگه با جزئیات در موردش بهتون میگم. و این تجمع ها و اعتراضا به خاطر این بوده که میگن بادیگاردها توی فرودگاه به خوبی از جیمین مراقبت نکردن. حالا قضیه چیه؟ توی این هفته های اخیر جیمین 2 تا پرواز داشته، یکیش که تنها بود و توی فرودگاه ژاپن بود و دومیش هم واسه همین دیروز بود که با جانگوک توی فرودگاه بودن و در مورد این سفر دوم که با جانگوک بوده جلوتر توی ویدیو بهتون میگم. اما الان میخوام در مورد اون سفر اولش بهتون بگم. سفر اول جیمین که 19 نوامبر بود خیلی جنجالی شد و کلی در موردش صحبت شد، چون وقتی که جیمین توی فرودگاه بود یه جمعیت خیلی زیادی توی فرودگاه بودن و توی هر گوشه و هر قسمت از فرودگاه که نگاه می‌کردی آدم ریخته بود و داشتن فیلم گرفتن و عکس می‌گرفتن و خیلی زیادی بعضیا به جیمین نزدیک می‌شدن و همون داستان‌های همیشگی و خیلی از مردم از اینکه بادیگاردها یا همون تیم سکیوریتی کاری نمی‌کنن ناراحت شده بودن و اصلا کاری از دستشون بر نمیومد که انجام بدن بادیگاردها و اون جمعیتی که به سمت جیمین حمله کرده بودن و نمیتونستن کنار بزنن و آرمی گفتن که بادیگاردها حداقل باید اسلحه داشته باشن، مسلح باشن که این آرمی های مزاحم نتونن انقدر زیادی به جیمین نزدیک بشن و اذیتش کنن و مزاحمشن و خیلیا به این موضوع اعتراض کردن و توی اینترنت هشتگ‌های مختلفی رو انداختن که های بعد یه کاری برای این موضوع انجام بده یا اینکه یه در جداگونه باشه که آرتیست ها توی فرودگاه از اون در رفت آمد کنن و وارد این قسمت عمومی نشن که با این جمعیت مواجه نشن و یه وقت آسیب نبینن. حالا دلیل این کار چیه؟ حالا فرض کنیم که اصلا هایپ این کار انجام نمیده و در حق آرتیستاش کوتاهی میکنه، خود پسر و خود اعضای BTS یا هر آرتیست دیگه که تحت نظر هایپ هست خودشون به اندازه کافی پول دارن و میتونن که هزینه کنن و جت شخصی واسه خودشون بگیرن که بتونن با اون جت رفت آمد کنن و اصلا خیلی کار راحتیه براشون و اصلا غیر ممکن نیست. اما خب این کار رو انجام نمیدن هیچ وقت. چرا؟ چون که کی‌پاپ به صنعت فشن یا همون مدش توی فرودگاه خیلی معروفه و اون لحظه هایی که آرتیستا توی فرودگاه هم و اون استایل خاصشون و با اون برندهای مختلفی که همکاری میکنن و اینا خیلی لحظه مهمیه برای اون صنعت فشن کره. به خاطر همین آرتیستا هیچ وقت این کار انجام نمیدن و براشون مهمه که توی فرودگاه با استایلی که دارن دیده بشن و اصلا براشون اجبار نکردن که حتما باید این کار انجام بدن، بلکه این تصمیم خودشونه و با قوانین و صنعت مد آشنا هستن و این انتخاب خود پسراست و براشون مهمه که توی این مکان دیده شن. حالا کلی در مورد اون روز که جیمین توی فرودگاه بود بحث شد و یه سری عکس و فیلم‌ها بیرون اومد که بادیگاردان نمیتونستن جمعیت رو کنترل کنن و خیلی توی شرایط سختی بودن. اما وقتی خود جیمین رو ببینیم به نظر نمیرسه که از حضور این جمعیت خیلی ناراحت باشه
باشه و خیلی در حال اذیت شدن باشه و حتی بعداً پست گذاشت توی ویورس و از جمعیتی که اومده بودن تشکر کرد. و باز یه سری از آرمی های همیشه نگران اعتراض کردن، گفتن چون جیمین از این کار آرمیا تشکر کرده باعث میشه که بعداً باز همین کار انجام بدن و حتی ممکنه که فضا شلوغ‌تر بشه و یه عده بیشتری از مردم رو تشویق کرده که این کار انجام بدن. به نظر من این نگرانی آرمی ها بیخوده، چون که جیمی خودش اگه که از این موضوع راضی نبود از آرمی تشکر نمی‌کرد یا میتونست از آرمی بخواد که انقدر فضا رو شلوغ نکنن که یه وقت باعث آسیب دیدن خود جیمین یا حتی خود آرمیا، چون که خطر بیشتری خود آرمی ها رو تهدید میکنه، باعث آسیب دیدن اونا نشه. و میتونست مثل خیلی از آرتیست های دیگه، خیلی از آرتیست های خارجی مثل جاستین بیبر این کار میکنن که به طور شخصی سفر میکنن و خیلی وقتا اصلا با مردم برخوردی ندارن. اما خب این انتخاب خود جیمین و بقیه پسراست و مطمئنن اگه که اذیت باشن این کار رو انجام نمیدن. خب حالا از این بگذریم، اون لحظه‌ای که جیمین از فرودگاه خارج شد و سوار ماشین شد و برای آرمی دست تکون داد و بای بای کرد، همیشه توی این لحظه کلی ازشون عکس میگیرن، کلی موقع عکس گرفتن نور میزنن توی صورتشون و وقتی که این اتفاق میفته جزئیات صورتشون به خوبی مشخص میشه و خاطر همین نور شدیده که این اتفاق میفته. و دقیقاً توی این موقعیت خیلی متوجه یه موضوعی شدن و گفتن که چشم جیمین آسیب دیده و اگه که شما هم دقت کنین میبینین که اون گوشه چشمش یه حالت کبودی یا یه حالتیه که انگار خونریزی داشته و این موضوع کلی نگرانی پیش آورد برای آرمی ها که چه اتفاقی برای جیمین افتاده، آیا کسی جیمینو زده یا صورتش ضربه خورده و اینا. که من میخوام نظر شخصی خودمو بهتون بگم، من اینجوری فکر میکنم که این چیزی که توی این عکس و ویدیوها دیده میشه به خاطر میکاپشه، چون که میدونین دیگه به خاطر همین صنعت فشن هر کدوم از اعضا قبل از اینکه برن فرودگاه کلی موهاشون رو استایل میکنن، صورتشون گرم میشه، اون لباسای خاصی که میخوان تنشون کنن و بهشون میدن و بعد از همه این آمادگی ها میرن فرودگاه. و من فکر میکنم این سایه چشمش یا اون کرمایی که زده باشه و توی اون نور عادی و اینا میکاپش اوکی به نظر میرسه، ولی وقتی که کلی از جهت‌های مختلف نور بهش خورده میکاپش این شکلی به نظر میرسه و شاید اون سایه چشمش و اینا باشه. چون که به نظر من اگه که آسیب دیده باشه یا مثلا ضربه‌ای خورده باشه و اینا، فقط اون نقطه ریز نمیتونه آسیب دیده باشه، چون که یه نقطه خیلی کوچولوئه. آدم اگه که ضربه‌ام بخوره حداقل یه خورده اطرافش هم کبود میشه و اینا، که من حس میکنم اینجوری نبوده. یا اینکه چشمش به اون وسایلی که برای میکاپ استفاده کردن از قبل حساسیت داشته یا خشک شده که این مدلی شده. من فکر نمی‌کنم که ضربه چیزی خورده باشه. حالا نظر من اینه اگه هم که واقعا آسیب دیده امیدوارم که خیلی زود خوب شه و چیز جدی نباشه. حالا شما هم حتما توی کامنت ها برام نظرتون رو بنویسین که فکر می‌کنین که چه اتفاقی افتاده یا واقعا آسیب دیده. حتما توی کامنت ها بهم بگین شما. حالا جدای از این موضوع و این نگرانی آرمی ها بابت این موضوع، یه نگرانی دیگه هم وجود داشت. این نگرانی ها بابت تهدیدهایی بود که به صورت آنلاین اتفاق افتاده بود. همونطور که میدونین تازگی‌ها دیروز پریروز جانگوک و جیمین با هم رفتن سفر و قبل از اینکه برن فرودگاه برن سفر این قضیه لو رفته بود خبرش و یه فندوم های خاصی هست، یه سری افراد هست که طرفدار همه اعضای BTS نیستن، یعنی مثل ماها، مثل آرمی های نورمال، آرمی‌های طبیعی، نمیدونم چی گفته میشه، مثل ماها نیستن و اونا فقط طرفدار شخص تهیونگ و جانگوک و اون شیپی که توی ذهنشون هستن. یعنی این مدلی نیست که همه اعضا رو ساپورت کنن، بلکه اونا طرفدار این دو نفر و اون رابطه‌ای که توی ذهنشون از نظرشون این دو نفر دارن هستن، طرفدار اون شیپن. خب فکر میکنن که این دو نفر توی رابطه هستن و با هم دیگه قرار میذارن و واقعا این موضوع رو باور دارن و ازش مطمئنن، یعنی حتی شک هم ندارن، یعنی مطمئنن این افراد از این موضوع. و این افراد وقتی که خبر سفر کوکی و جیمین رو شنیدن، این فندومه کلی دراما رو انداختن که حالا که جیمین داره با کوکی سفر میره، اومده وسط رابطه کوکی و تهیونگ و میخواد که رابطه اونا رو خراب کنه و تهیونگو کنار بزنه و از این داستانا ساختن پیش خودشون. و این واسه بیش از حد این فندوم به خاطر رابطه‌ای که هیچ وقت هیچ کجا
یا تایید نشده و این وسواس الکی باعث شد که کلی اتفاقا بیفته. حالا من به شیپ کردن این آدما کاری ندارم، اما این وسط یه سری آدم روانی مریض وجود دارن که اومدن و کلی چیزای بد در مورد جیمی نوشتن به خاطر همین دلیل مسخره‌ای که الان بهتون گفتم و جیمی رو تهدید کردن که اگه که پاشو از رابطه کوکی و تهیون بیرون نکشه زندگیشو تموم میکنن و گفتن که توی روز پرواز میرن توی فرودگاه و منتظر جیمی میمونن و میخوان که بهش حمله کنن و کلی فضای مجازی پر شده بود از این تهدیدا. ولی خب خوشبختانه کوکی و جیمی به سلامت رفتن فرودگاه و از کره خارج شدن و هیچ اتفاق بدی براشون نیفتاد. و بعد اینو بهتون بگم که همیشه این تهدیدا برای همه آیدلا هست، حالا برای یه سریا بیشتر یه سریا کمتر و همیشه یه سری آدم مریض هستن که اونا رو تهدید میکنن اما در نهایت کاری نمیکنن و نمیتونن هم که کاری بکنن و من فکر میکنم که این آدما فقط دوست دارن که بهشون خیلی توجه بشه و دیده بشن و واقعا کمبود این موضوع رو دارن و هیچ وقت حتی اگه که بخوانم نمیتونن به آیدلا آسیبی بزنن، چون که نزدیک شدن به آیدلا کار راحتی نیست و توی کره و ژاپن هم مردم عادی اجازه ندارن که اسلحه داشته باشن و با خودشون حمل کنن و اگه که یه هیتری باشه که بخواد از یه کشور دیگه با اسلحه بیادم باز توی فرودگاه و توی پرواز ازش اسلحه‌شو میگیرن چون که اجازه حملشون نداره. پس اصلا جای نگرانی نیست که یه آدم مسلح بخواد به اونا نزدیک شه و اینا. و این تهدیدها تنها تاثیر منفی که داره، تنها کاری که میتونه انجام بده اینه که باعث ناراحتی آیدلا و طرفداراش میشه و وقتی که اونا این هیتا، این تهدیدا رو توی فضای مجازی میخونن و میبینن که قبلا هم توی یه لایو اتفاق افتاد که جیمین یه سری کامنت هیترها رو خوند و دیدین که چقدر باعث ناراحتی شد و تنها تأثیری که داره متاسفانه اینه، باعث ناراحتی اون شخص، اون آیدل میشه و طرفدارای اونا که واقعا یه کار مریضگونه‌ایه که کاری از دست هیچ کس هم بر نمیاد و این هیترها متاسفانه همیشه هستن، برای همه آیدل هم هستن و فقط میتونیم امیدوار باشیم که یه روزی دست از این کارشون بردارن و دیگه بیخیال این تهدیدها و این هیت دادنها بشن. ولی خب در کل اصلا جای نگرانی نیست، هیچ وقت هیچ جوره اینا نمیتونن به آیدل آسیبی بزنن یا بتونن بهشون نزدیک بشن. خب این بود ویدیوی امروز، امیدوارم که ویدیو رو دیده باشین و دوستش داشته باشین و اگه که نگران موضوعی بودین یا هستین دیگه نگرانیتون برطرف شده باشه، چون که همه چیز اوکیه و خوبه و اصلا جای نگرانی نیست. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم بودین. اگه که تا آخرش رو دیدین حتما اسم جیمین و کوکی رو توی کامنت ها برام بنویسین با یه قلب بنفش و حتما چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین. عاشقتونم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا بای بای.